واسه تا واسط بگم. ببین از اون میخوره به اتوبان اونها، از این ور به کمربندی برق اومده تا اونجا، تیراشون هم واسه تون زدن، برقش زود میاد. تکلیف این همه آشغال چی میشه؟ ده همین عقلت کو، اینا آشغال نیست، حالا دیگه به اینا میگن طلا. حساب اینا پوله، شیشه، بطری، نایلون. میگن این نایلونا گاز داره، گازش هم مرغوبه. همینا رو بفروشی زمین رو صاف کردی، یه چهاردیواری زدی، یه تابلو که بشارت به زودی در این مکان کارخونه چیچیک احداث میشود. یه موتور برق 5 هویندا با یه سرایدار بیخودی با یه چماق. جایی بهتر از این سراغ نداشتی؟ آقا جون زمینش مرغوبه، حرف نداره. کجاش مرغوبه؟ فکرم نداره، این زمین طلاست. من خودم رو طلا نشستم. کجاش؟ میخوام بدم به تو رفیق قدیمی. گوش کن. حسابی تو بیا تا واسط بگم. آره با من آوردم تو جنگل راشم دوره. راش دوره. از زمانی که انبار آشغال شده اتفاقا مرغوب‌تر شده. یه بالا تا واسط بگم. حرف نداره. بله مصممه که گوش کنید بابا جونی که میبینی من واسه خودت دارم میگم آینده است نه آقا جون تو فکر روشی نکن، روز به روز میاد روش، چیزی نیست که نه روش که اصلا همه چی داره. یه تو فکر نکن اینجا بچه ها اینجا رو نگاه کنید. این دیگه بیا بریم. آقا کسی نیست؟ عقب من میگردی؟ نده اون دسته ول کن دیگه. شما خلافا چرا نشناخته اسلحه‌تون رو در میارین؟ بی اون و با اون میبرمت. میخوای بری یه جا هم دیگه؟ امنم. قاسبی من گشتن خاکروبه است. میبینی؟ مرغ فاسده. این مستوره است. کار من زباله گردیه. مثل اینکه روزی امروز من تویی یا بابا تو که یه استکان خونم برات نمونه. بیاریم بالا. یواش. از دور دیدمه. بردن تو کار اونا نبود. بس دوم نختت میکردم. نختت کردم. من دور رو بهتر میبینم. آروم. لطف می‌کنی عینکتون رو بردارید؟ پرواز 720 هواپیمای جمهوری اسلامی از فرانکفورت به زمین نشست. SNS بفارغ برانی خواهی نمبر 72 from Frankfurt.
برسون به کلینیک. بیالات آژانس سوار شدی؟ منم مسافر آژانس نیستم. همینجوری یه ساعت دیگه کارم تمومه. این نداشت خوب پول بده درمون شد. این روزا زر نداری زر نزن. مرام میدونی چیه؟ مرام یعنی نه، یعنی شانس تو. از اینجا بفهمم خدا هنوز با این قیافه دورت ننداخته که پیش ما نشستی. چند میگیری؟ ببین منم و زنم و 2 تا بچه تو بغل یه شوفاژ یه 2 تا اتاق هر جا تو بیابون برام رنگ کن که بشه. آره شوفن خودش آرومه، مخملی و از اینجور چیزا، اما با گوش من بلندتر. دکتر دکتر گلبا خان داره میمیره دکتر. اونی که داره میمیره اینجا نمیارنش. صاحب صدا خیال کردی اینجا تعمیرگاه مجازه؟ والا جانو جون اینجا تعمیرگاه هیچ فکر کردی ساعت چنده؟ دکتر داره سرد میشه. خیال میکنی اومدی کله پزی؟ صبح ساعت 6 گوش میخوایی و چشم میخوایی و جات خالی آقا. آب لیمو بزنی؟ آخ دکتر اومده. دکتر داره ازش خون میره، داره سرد میشه، بیکسه، بهش برس. بیکس همه کسته. آره؟ آره داداش. اگه بیکسه تو کی هستی؟ تکونش نمیدم، مهمون خودته. اینجا هر کی رسیده اگه نمازه بود دیگه نمیمیره. یه جوری فقط بیارش بالا میکنم تنش میکنم.
دکتر کوپس. گندون جیگر بزن میاد الان. بگو بیاد. بلند شد اونجا. بلند من رو اون تخت میخوابم آقا. خب میگی من چی کار کنم الان؟ همه اینجا باید تمیز بشه. استریل. باش. گندی. شب تو پیت خوابیدی؟ بابا طلب شد دکتر برس کن قدیما با پیت روزگاه آدم میوردن بیرون شهر بهش میگفتن چکه با گاری میوردن اون میمونه آخه سرسار تازه میپرسه زوره بگن چه اینجوریه خارجیه آفریقاییه دکتر جون گازشو میگی این کارش داره غلط میشه یه خود پا بزن بابا نترس درستت میکنه ولی گوله کار من نیست آخه گوله جواب داره اسمش چیه رسمش چیه کارش چیه اصلا چرا گوله چرا چاقونه گوله است اصلا میگن تو کی هستی ادکل رو فلانه دکتر من دزد و خلاف کار نیستم. چی هستی؟ نمردم واسه تعریف میکنه. چقدر مزه میریزی. به جون دیگه بابا تو دیگه مسئولیت داری اینه دیگه نمیتونی تکونش بده ببریش تو این ترافیک کارش تموم کار ما هم قانون داره نپرس اسمش چیه دردش چیه معالجش کن بعد قانون خبر سالم و درست و شونه کرده و تمیز میدم تحویلت 3 تومن شد خرج بهش گفتم دکتر گفتم 4 تومن 3 تومن مال شما 1 تومن هم مال ما چی داری میگی؟ نخورده آروغ میزنی؟ جراح منه تو آشغال اینجوری؟ قبول دکتر. دیدم منتها باید زنگ بزنم برام بیارم. تمومش کن زودتر. گوله خورده یا اصلا بهش اعتماد نیست یا خیلی بهش اعتماد
برو بگو خوابه. برو اگه اورژانس بود بگو خوابه. خواب. دکتر این شماره رو بگیر. 2 دکتر 2 ساعت دیگه دایر میشه. چی؟ فرازی. خانم سرافرازی. الو طلا هیچی نپرس. آره عزیزم زنده. ببین تلفنمو مهمون داره، یا خود پول بعدو با خود بیار. من توی کلینیکم. آره دیشب نبودم، مهمون آشغالستون بودن. حالا همه رو برات میگم. نه این از اوناش نیست. آره بیا فقط. آدرس بدم. آره الو طلا، بیا خیابون کامران. بله 2 طرفه است، میشناسی. بیا مجتمع اطلس. تابلوشو میبینی میفهمی. آره خیلی چیزا تو تنشه. فندک، شونه، گیوه، آدامس، شطور، انتهای شطور، بوی عطر. دکتر جون مرد بابا، هر دومون رو درازی کردیم والا. صبح خیر دکتر. نگفته بودید مریض دارین؟ دم دستم وایسا. این دستت هم با اون صابون سبز خوب بشو. خیلی از اینا استریل نیستن. خب میگفتی من میومدم. اسمش طلا بود؟ بس که تو فس کردی طلاها رو باز مس کرد. وقتی زن من بودی میشناختمت. اسمت فرشته بود. اسمت چیه؟ اگه اسم تو رضا بوده، اسم منم فرشته است. منم فرشتم. خیلی فرشته. خیلی. قرار نیست همه آدما شکل اسمشون باشن. زن آدم با عشق آدم فرق داره. عشق هیچ وقت نمیتونه ناموس مرد بشه، اما زن آدم ناموس مرده. تو کدوم بودی؟ چرا شما با زنت تو خیابون 2 قدم جلوتر میری، اما با عشقت شونه به شونه با غیرتی؟ اومدی منو ببینی؟ چه کار با این خود سوخته داری؟ اما خیلی خرج این لشت میکنی. میخوای بهش خوش بگذره. از اون همه پول همین آپارتمان بدرسی؟ مگه من عشقت نبودم؟ چه؟ این آپارتمان رو دزدی میارزید به این همه سال در بداری من و تو که به حساب نمیایم. پسرم سیامک، گفتم اگه برگردم ببینمت با خودم چیکار کنم؟ چرا پسرم نرم زندان؟ رفتم سفر، اما میبینم روزگار باید چیکار کرده. تحقیرم نکن. روزگار با من این کرد که تو روزگارم بودی، اما روزگار با تو چی کار کرد؟
سیامک تو خرده فروش همین گرگ گر گرفته شده. منو تحقیر نکن. اونا با کش. نه ببین اینا الان جلوی چه خونزی تو کی وقت کردی؟ تو اون عشق با حسام. یه خورده ساکت باش. ظرفیت من این رفتار تو نیست. تنها افتخارم تو زندگی می بود که بشم زنت. اما تو رو به روح و خاک اون بزرگوار، زنت، روحی، خانومت گوش بده. باورم کن. من فقط یه لحظه از عمرم دادم به ترس، نه بس. باقیشم که دارم تاوان میدم. به خاک روحی، به جون همین سیامک. وقتی فهمیدم با من سوختی، کارم شد سوزن و سرنگ. فقط حافظم یاری میکرد که لحظات با تو بشه باقی عمرم. راه رفتنت، نگاه کردنت، در رو به رود باز کردن، غذا جلوت گذاشتن، موقعی رانندگی کنارت نشستن و یواشکی نگاه کردن، از سینما و رضا و بچگیات تعریف کردنت. رضا، فقط اگه مرگ کنار تو باشه، اگه در به دریه کنار تو باشه، هرچی که باشه فقط کنار تو باشه. هنوز چند تا از لباسات تو گنج هست. لباس شویی رفته و اتو شده تو نایلون. چاق و لاغرم که نشدی، فقط قدیمیه. 20 سال پیش. می‌زنم تو رگت. اکبر ببین حرکاتمو رو ببین. ببین پزشکی یعنی چی؟ دارم میبینم آدم به هم خورد. فتنه بله من اینجا. ببین بغل دست من تکون نمیخوری. چی کار میکنی؟ چرا نمایش میدی؟ همه تون این همین. ببین خانوم طلا، از وقتی اومدی واسه لوس کردن عشقت هی به ما کلو گفتی. جمعش کنی ببرین اینا رو. نوبرش آوردن. این تا زور خوب میشه. ببخشید. راست میگی. من از شما ممنونم آقای دکتر. از شما آقا. من منم تو رو دارم. اون دفترچه رو بهشون بده. میکشنت. پای هر کدوم از این رنگ و با رنگا که بشینی سر قبر خودت نشستی. دفترچه رو میخوای چه کار کنی؟ توش پر چرک و خون و سرنگ و زندگی بلا زده است. از خودمون دورش کنی. 3 تومن دادم به این آقای دکتر. 1 تومنم به اون موسفیده. حالت خوبه؟ آجه مک دست درد نکنه. حلال کن. دختر اومد بیرون. مطمئنم پسر اینجاست.
پسر ملافه تنش کرده. پسر زیر ملافهش یه چیزایی داره. نه دیشب اسلحه‌شو بر نداشتیم. شانس افتادیم زنده است. کجاییم؟ کی میرسیم؟ میگه رسیدن. چی؟ میگه اون ور خیابون. اکبر اونا اینجا. عقب اون کتابچه. شما برید سراغ طلا. نمیدونم میتونم صداشو تحمل کنم. صدای رفیق 1000 سالت خوبه. هنوز این حرفا هست. آقا میگه رضا جاوید خیلی هم معلوم است. چی میگه؟ میخواد با خودتون صحبت کنه. بفرمایید. الو سرهنگ. بفرمایید. آره مگه میشه این صدا رو نشناخت؟ خطشو ول نکنید. کجایی؟ عین قصه ها. یکی خوبه یعنی تو، یکی خیلی خوبه ضرب خورده یعنی من فراریه، تو جیگر. دیر نکردی. میدونستم که میای تنهات نمیذاشتم. یعنی مهمون زیر ذره‌بین. خوش اومدم. من تو دردسرم هم خودم باید صاف کنم. اگه بارم افتاده نمیخوام کس دیگه بارم برداره. باشه یه با هم بشینیم ببینیم چندیم. بشمار. منم و یه زن که مرد. منم و یه زن که یه وقتی عاشقش بودم. یه پسر که یه وقتی پسرم بوده. یه قاتل زن دزد و پسر دزد که یه زمانی میشناختمش. یه دربدری 15-20 ساله که یه زمانی عمرم بوده. خدا میدونه که همیشه میخواستم ببینم. ردشو گرفتیم. جاشم پیدا کردیم. الان بریم 3 شماره دیگه اینجاست. گفتم اون با من. بفرم. چشم. در خدمتی. چیه جامو پیدا کردن؟ بذار ببینم. تو هم گفتی نه. اون با منه. فعلا. دیگه فعلا نداشت. میتونیم یه جمع دیگه رو ببینیم. یه جایی تو شهر. هر جا بخوای قرار بذاریم. بیام. صبر کن. هنوز پول میز با منه. این منم که بهت میگم کی و کجا. گلک نباشه دوز سرخ پوش. همیشه بیت لانکاستر و جان هودیاک
سینما رکس یه نیزه تو سینت. تو مجلس بزرگون جایی بشین که بلندت نکنن. کار من که کاری نداره. بگو لباس زیر و مسواک و عینک دلمپاییتو برده بیار. اینجا نمیدونم میخوای بازی رو با من شروع کنی یا میخوای شروع کنی، ولی دوباره لک برداری و چپ و راست و بالا و پایین نمیدونم تتمه مونده های قدیمی رو بخوای باشون کاسبی بکنی. خودم قصه این پرونده رو با تو یا حسین قسم آشورایی میبندم. فقط بهم گوش بدی دروغش میریزه زمین. این پرونده رو هر جوری حکمت میگه ببند. من بهت میگم جز اون پول و شرکت همشو برام اندازه کردن و دوختن. کار دست خودت نده، بی من کاری نکن. میخوام یه دفعه دیگه پرونده تو ورق بزنم. باشه، خداحافظ. از این ساعت تیموری اگه کسی منو تعقیب کنه یا مثل سایه دنبال اون باشه، مقام از با من، مقام قضایی با اطلاع هستن. یه جلسه کوچیک با هم داشته باشیم. اون هنوز فرصت حرف زدن نداشته، فقط فرصت کرده فرار کنه، همین. شاید این فرصت بهش بدم. سرنگ، گای مدیسون، برت لنکستر، گری کوپر، دالون سینما رکس. فرشته امروز چه روزیه؟ چهارشنبه. احوالم به هم ریخته.
برا تو نیست، برا سینماست. اول ساندویچ، بعد سینما. نمیذاشتن تو سالن بخوری. پیر شدی. خدا نکنه جان بودی. فقط استخونات مونده بود. فرشته رو پیدا کردی؟ دیدمش. یه خورده زودتر از اینکه بکشمش دیدم هنوز دوستش دارم. جای سالم تو دستاش نمونده. تو نرگس رفت تو جون مارم برد. مگه میشه کسی دیگه جاش بیاد؟ خب خصوصیش نکن. میخوام بهت دستبند بزنم. متهم به قتلی فرار کردی. وقتی گفتی جان هودیاک، برت لنکستر، گاری کوپر، خودمو نبخشیدم که دیر فهمیدم. قرارمون چهارشنبه ها جای همیشگی تو دالون ویترین برنامه آینده. من قاتل نیستم. فرار نکردم. ما فرار یاد نگرفتیم. تو هم اگه پناه منو به خودت نخوای، دوتا مچمال دستبندت. وارد یه پرونده خونیه. اگه باورت نمی کردم و به این خون شک نمی کردم برات نامه نمی نوشتم که بیا نگران پسرتم. مرد حسابی. نیومدم تو رو تو درد سر بندازم. فرصت میخوام. تا یه جایی باد وایسادم. از یه جایی به بعد تنابتو میکشن. پشیمونم با تو باز کردم تو اچلم. سیامک داره نابود میشه. قرص و 1000 جور مواد دیگه پخش میکنه. اما براش وایسادم. دارن قبرشو میکنن. همون حسام که باید تو پرونده هست، اما نمیتونن پیداش کنن. من بچه ندارم. بیچاره اون فرشته، بیچاره تو سیامک، با من. از پیش من تکون نخور. میذارمت بری، اما باید بدونم کجایی. هیچ کاری رو به من نکن. باهات هستم. شام امشب خونه من، یعنی خونه فرشته. من که خونه ندارم. از اونجا تکون نخور. عزیزم، تو مسافر آخری. عرقت که خوش شد الان میفرستمت که بری. خودم هم هواتو دارم. برو کنار دهنت بو میده. بیخیال. اینجا
الو، تو به گردن من حق بزرگی داری. از اونجا بریم بیرون، از تهران بریم بیرون. جا تو به رئیس گفتن. یک ثانیه است. هر چه زودتر بریم بیرون. سیاه گوش کن، نمیتونم بهت نگم. سیاه پدرت اومده تهرانه، اما تو نه. باید بری، هر چه زودتر باید بری. بابا سیاه بابا تو وارد این داستان نکن. بابام اومده. آسیب پذیر. طلا آرش که تو زندگی طلا بوده، همه آدرس بابا اومده. بری، هرچی یارو راست میگه. از همه جا میشناسمه. من نمیشناسمش. بریم. بهت گفتم کار سنگین نکن. داره ازت خون میره. چیزی جا نداشتی. چرا اینجوری شده؟ فکر یه چیزی جا گذاشتم. خب ببین قربونت برم، ببین چی جا گذاشتی. اگر بعداً بفهمیم که یه چیزی نیاوردی من چیکار کنم اونجا دیگه؟ حالا بیا بریم دیگه. ولش کن. الو. بله. صداتون نمیاد. کی؟ آرش؟ گوشی. الو بگو. الو آرش. سیامکم بگو. چی شده؟ آخه نفس نیست؟ مگه میشه تو رو نشناسم؟ حیف اون اسم آرش. هیچی داداش، من دیگه تو کار مواد نیستم. نشه و خمار مفت جفت هم. آره ببینم رستوران خودتی؟ نیم ساعت دیگه اونجا. هیچی دیگه، میریم دیگه. دیر کنی بیخیال. میام. اسلحه که نداری؟ نه ندارم. برای هر کسی که نباید درک کرد. وقتی آغوش رفاقت یه تلس، حرف هفتیر پرو باور کن. وقتی هر نفس میشه شکل قفس، حرف هفتیر پرو باور کن. وقتی آغوش رفاقت یه تلس، حرف هفتیر پرو باور کن. وقتی هر نفس میشه شکل قفس، حرف هفتیر پرو باور کن. بفرما. فکر نمی‌کردم بیای. فکر نمی‌کردم بمونی. نذاشتم بگردنت. چیزی که همراهت نداری. کیا؟ اینا؟ که همه مشتری هم. چی میخوری؟ قصه داداش. اونی که اومدی بچه ها رو ردیف کرد میشناسمش. نعمت. چه نعمتی؟ نفتی. ببینم تو نعمت نفتی رو میشناختی؟ چه چیزا بلدی؟
اینا رو یاد طلا هم دادی؟ یاد طلا دادم که عرق نکنه، سردیش نشه، آدم ها رو خوب بشناسه، نعشگی و خماری رو توم بده. کی یادش داده؟ تو؟ اونی که میفهم، واسه که خودش هم کشیده، واسه که بذاریش کنار، هم اونو هم پولو. سرباز جنگ رفت و تعریفش از جنگ درسته. منم تو اون خماری دادم، تا لحاف برف و دوشک مقوا. مطربی هم که بلدی؟ رقصیدن هم بلدی؟ نه، میرقصونم. توی کوچه قد کشیدم، توی گرد و دود و سوزن، با شب و دشنه گره خورد همه زندگی من. دوست داشتم برام کار میکردی. من مثل تو کم دارم. ندارم. اینم کنایه نمیزنم. طلا باشه برای بعد. نه، اون از همه چی مهمتره. تا حل نشه صاف نمیشه. بچه خوبی هست. اما این بچه خوب عالمو دزد. شاید از من براش بهتر باشه. اما خب دزدی چی میشه؟ اینو میدونم، اهل معامله ای، ولی هرچی دست بدیم برای رفاقت تش کلم خورد میکنی. اینو تو چشات میگم. این عشق یه چیزی توشه که تو اونو از بیخ نمیشناسی. عشق اگه ناموس بشه عشق. ببین، ناموس هم اینه چراغ نگاریه. دورش تمومه. پس هیچ وقت دور و بر چراغ نگاری من نپلک، چون هنوز یه چیزایی هست که قدیمیه. میکشمت قدیمیه، ولی من میکشم. اگه من هنوز عاشق طلا باشم چی؟ زرگرام عاشق طلام. ببین اومدم باید سرراست صحبت کنم، ولی 30 جات پنچره. برو. کار ما داره میرسه به لاتبازی. من اهل کشتن برای عشق نیستم. من تا آخر این بازی رو رفتم. هم ازش نعشه شدم، هم ازش پول در آوردم. با جیب بابام و گردنبند دوزی ننم نعشه نشدم. میدونی آدمایی مثل تو دوست دارن به همه چی تو این دنیا گیر بدن، به عشق گیر بدن، تو هر پیچی بپیچن. تو نعشگی رو با ماشین بابات رفتی، من خماری رو پیاده رفتم. برو بر طلا نپلک، خرج میکنم. حال وسط میسازم، حالتو بگیرم. حتما میاد. میدونم میاد. رضا، بله. کوتاه بدون حاشیه. اگه با هم میمونیم من این سارنگو میشکنم. اگه نه من عادت کردم به این زندگی. من هستم.
مراقب باشین قربان. ما بگوشیم. از در پارکینگ بریم. در جلوی نگهبانی داره. این برم مراقب باشین. چشم. چقدر دیر اومدی؟ هم دیر اومدی؟ برو کنار رضا میکشنه. فقط مراقب اون جنازه باش. اگه دیشب تیرشون تو پام نخورده بود، تو آشغالا، تو سرم خورده بود، تموم بود. مرگ بد نیست، اما نه اینکه آدم قاطی زباله و فضولات بمیره. الان داریم از چی فرار میکنیم؟ ما فرار نمیکنیم طلا. ما میریم یه سمت تازه. سیاه تمومش کن. بر اون دفترچه لجبازی نکن. اگه مطمئن میشدم اونا فقط دفترچه رو میخوان، خب براشون میفرستادم. اما اونا بعد از گرفتن اون، تو رو هم میخوام. من بعدم نمیمد یه جوری دیگه تموم میشه. اون وقتی تو هستی
سوارت اینجا هستن؟ بله بفرمایید. این بالا. سلام علیکم. خدمتی از من برمیاد. با فرخ خان قرار داریم. اجازه بدیم بپرسم. اسمتون؟ اینا تا به سنگ قبرشون برسن 10 تا اسم عوض میکنن. اسم واسه چی میخوای؟ ببینید آقایون، ما هر کدوم اینجا یه وظایفی داریم. شما از دست فرخان عصبانی هستید، ما رو سینجی میکنید. نه خانم، شما عقب فرصت میکردین وقت بکشین. همین. آقا مهدی برو عقب. اینجوری که این 5 تا ماشین میشه 10 تا زندگی رو خرید. بس بفرمایید بیرون حرفاتون رو جای دیگه بزنید. اینجا فقط جای معامله است. خوش اومدین آقایون. من فرخ هستم. واسه این ملاقات قرار قبلی داشتیم. نمیری پسر. نمکی. اینو ولش کن. یه خورده با هم اختلاط کنیم. به نفع شماست کسی اینجا نمیشه. رضا مجیستا بیرون چند دقیقه بیرون. فرماندون بیرون پیش خانم سلکی. بفرمایید آقایون. چای نسکافه قهوه خواهش میکنم. بفرمایید. در خدمتم. ببین حتی اگه قد یه فضل دروغ بگی برات صرف نداره. من سرهنگ جاوید هستم و چند تا سوال ناقابل دارم. ایشونم بماند که کی هستن. ببینم فرخ، راستی نشناختی من کیم؟ یا صرف نداره بشناسی؟ معذرت میخوام، نشناختمت رضا. کجا بودی؟ سفر خارج بودی؟ من چه کاری دستم برمیاد؟ ببین دستم برمیاد و کجا بودی و بذی کنار. اون پسرشو میخواد، منم میگم حقته، اما منم هستم دیگه. ولی کار من با اون فرق داره. من عقب حسام میگردم. رفیق شما. اون رفیق من نیست، رفیق هیچ کس نیست. اصلا این داستانو بلد نیست. داستان رفاقت. ببین فرخ، کوتاه یه 400 میلیون پول پیشش مونده که تنها خوری کرده و به شما هم نداده. یه پسر، یعنی پسرم که جا مونده پیش اون و تو و این حیوانات. بقیه‌اش هم به تو مربوط نیست. دربدری و زن و زندگی ایناش دیگه به تو مربوط نیست. پسرم من سیامک رو میخوام. من و حسام با هم رفیق بودیم و کار میکردیم تا اینکه زد به مواد فروختن. کلو نصف جوانای تهران منتظرش بودن. تنها کسی که ازش برید سیامک بود. عاشق پولش بودن و موقعیتش. وجدانم که قربونش برم تو صندوق خونه است. سیامک رو گفتی؟ سیام مدتی براش کار میکرد. شق شده بود. انگار که با چاقو افتاده بودم به گوشتای تنش. حسام بعضی وقتا به من میگفت که با این که عملی شده و تو سرش میزنه، اما یواش یواش داره براش شاخ میشه. راستش حسام ازش واهمه داشت. دیگه داشت میشد یه پای ثابت مهمونیاش. کجا؟ مهمونیاش کجا بود؟ نصیحت نکن، قلمبم حرف نزن، ما وقت نداریم. خواستگاری رو ول کن، عروسی رو بگو. دنیا برای هیچ آدمی جای راحتی نیست. تو خونه های بزرگ معلوم نی چند تاست. مهمونیاش هر دفعه یه جاست. مشتری های عرب، آلمانی و فرانسوی. اما این همه قصه نیست. حسام بد جوری دنبال کشتنشه. دفترشو میخواد. اون دفترچه خون و زندگی سیامکه. تنابدار حسام. سیامک عقل کرده اونو نگرش داشته. اون دفترچه مال ماست. ببین تو میدونی من پدرشم، عقبشم، تا حالا یه نشونی ندادی. عاشق یکی از مشتریاش شده. ندیدمش، شنیدم. میگن دختر آدم حسابیه. هر دو ترک کردم. زیر فیوز اونم میسوزونه. حالا آپارتمان دختره رو پیدا نکردم.
اینا با شما؟ اونا با تو کاری ندارن فرخ. اونا دنبال رضا. اون برم بفهم. هیچ کسی نندازی نکنه تا من بگم. سلطان خسروی. خودت اذیت نکن. من میرم. ببخشید، قباله، سند، پول نقد، هر چی بخواید هست. من به هر دوی شما ارادت دارم. قول میدم هر چی زودتر سیامک رو پیدا بکنم. فردا یه جایی میگم که باید بیام. اون آماده شهادت دادنه. پیش خودمونه. برای دادگاه حسام آماده است. ملاقات شما که ضرری نداره. اینم با خودت بیا. من باید برم. زندگی برام یه رویا بود. برای اینکه بهش نمیرسیدم هی انکارش میکردم. مادرم کلید اینجا رو راحت بهم داد. برگشتیم یه سر بریم پیشش. خیلی دوست دارم اونا منو توی این وضعیت ببینن. آدم وقتی سالمه میتونه به همه چی فکر کنه. زنده میشه. از این همه رویای دود گرفته دروغ، از این سرمایه که آشنا نیست، از این همه دروغ که اسمش میشه نعشگی بیاد بیرون. سیا بیا این دفترچه رو بهشون بده. بیا از این آدم و این کثافت رو به سرعت دور شی. سیا مگه بابات نیومده؟ تو راه چی مثل اون تو مغز و فکرم نبود. چه شکلی شده؟ موی سفید. اصلش مرام یادشه. دوست داشتم لباس عید بچگیامون بخره. ما هم میرفتیم سینما که هیچ وقت نرفتیم. شایدم فیلم میکرد. اسم تمام این کارگردانا و بازیگرا رو بلد بود. اما یه دوچرخه سواری، رانندگی یادم نداد. شماره کفشمو نمیدونست چند. بابا تو میبینی. میدونم. برای اونم پاپوش دوختم. دوست دارم از این ور مهمونیشون برم تو، از اون ور بیام بیرون. بیا وایسا نگاه کن. ببین و دست به هیچی نزن. تو هنوز حواست پیش اون زندگیه. هنوز از اونا دل نکندی. اونجور زندگی هم یه جور اعتیاده. تا وقتی این دفترچه پیش منه طبیعیه که همش حواسم پی نابودی اونا باشه. ولی بذار راحتت کنم. فقط روزی 2 وعده نگام کنی عاشقیت منم خوب میبینی. اگه اینجاییم و سلامت فقط دولتی چشاته. تو هیچ وقت خماری نکشیدی. برو بکن.
سلام آقا تیموری. این کیه؟ این آقای سرنگ ما مرد خیلی خوبیه. اومده کارتو صاف کنه، انشالله بری بیرون. من که گفتم شرط کردم از اینجا نمیرم هیچ جا. خرجم خودم میدم. فقط اینجا بمونم. فقط اینجا نیست، همه جا هست. رئیس تو که چیزیت نیست. ترسیده بودی دیگه هم نمیترسی ها؟ قرار شد یه دفعه بگم. من گردن شکسته قرار نبود هی بگم یه دفعه. پسر حالت خوب نیست ها. مثل که نمیخوای تو خوب بشی. پاشو بریم سرنگ. پاشو. نه میدونم، اما چرا جلوی سرهنگ میگی؟ چی رو بریم؟ این که سلامته. تو داری دستی خرابش میکنی. وحید منو میشناسی؟ رفیق قدیمی بودیم. قرار نبود شما چیزی بگی. اصلا قرار نبود کسی چیزی بگه. آدم سالم زیر این حرفا شیشتون تمام میکنه. برای چی داری گرون تمامش میکنی آقای وکیل؟ وحید پاشو بی جلوتر. منو یادته. یه خورده گذشته اما منو یادته. بیا جلوتر. مثل اینکه اینجا همه برای کار دیگه اومدن. قرار این نبود. شما داریم بهش فشار میاریم. کجا بهش فشار میاری؟ تو هی داری کارو سخت میکنی. ما رفیق قدیمی هستیم. هر کی بخواد اونو اذیت کنه میدونم باهاش چیکار کنم. ما با هم فیوز میفراندیم. درست فیوز میفراندیم. یادته؟ آره اون شب بارون میومد و خیس شده بودم. آدمای خیس بدم میاد. یه چیزی تو لایه کتشونه بو میده. این دو سلمکی ها اینقدر کمک کرده بودن. یهون ناغافل با یه خفه کن گذاشت تو مخشون. جفتی افتادن. خون از سرشون میرفت لا پرونده ها. بیچاره خانم فرشته قاطی کرده بود، مونده بود اون وسط. یادت یه لامپی بود روشن خاموش میشد، اعصابمون رو تیغ میکشید. نمیفهمیدیم کی کشته شده. خاموش روشن ببین اینجا منو ببخش. من با آچار زدم تو سرت. تو افتادی. به من اطمینان کرد بود میخواست بره. گفت 2 تا دیگه بزن تو سرش که شلاب شه. اسلحه‌ای که باش سلمکی رو کشته بود گذاشتم تو دستتون. پولا رو ریخت توی ساک ورزشی. اون موقع تلاول نبود که. گفت 3-4 تا دیگه بزن تو مخش. نزدم که. زدم اما جیبتو خالی کردم. تمومه دیگه. کسی اینجا نمی جنبه. پس چرا نگفتی رضا کسی رو نکشته؟ آره میخوای بلند بگم؟ با آچار زدم تو سرت. تو افتادی. بعد اسلحه‌ای که باش سلمکی رو زده بودیم گوشتم تو دست تو. هر جا بریم با خودتون ببریم. میبریمت بابا میبریمت. سیگار دادی؟ رئیس چشش پیش فرشته بود. اون که اومد راستش من یه خورده ترسیدم. میدیدمت بهت میگفتم. تو که افتادی فرشته خانم گفت بسه دیگه مرده. بعد گریاش کرد. رئیس بلند فوشش داد. گفت چیک بزنیم
مادرت از خونه سالمندان بیاد خونه شما؟ داد میزد مادرت؟ نه گفت نه معروف بود، تو لوکوس میرقص. خب تیموری، تا اینجا برای ما کافیه. بس کنم با آقا حسام. شما به ایشون بفرمایید آرش. بهت میگم وصل کنن قدم نمان. نظر با همین تلفن بفرستمت خونه. و دیگه همه بهت میگن رئیس. خب پس سلام رئیس. خیلی وقته شایدم دنبال یه دفترچه‌ای، اسمای مصرف، اسمای پخش. شاید خودم دفترچه رو برات بیارم. میدونی خالی هم نمیبندم. خانواده طلا کجاها قصر و لونه دارن من میدونم. هر دوشون رو فردا شب میارم خدمتت. خاصی اول دختره رو میارم. دختره میاد مهمونی تو. پسر اگه دلش خواست میاد دفترچه رو میده، عشقش رو میبره. اما رئیس کسی رو دنبال من نفرست. ببینمش واسه اینکه بدونی تو کار حداقل شکل خودت سایتم میکشمش. شرعی میرم، با یکی میرم که محرم باشه. مواظب باش، تون میری. نمیدونم دارم میرم برای عشق یا برای نفرت. برای خودت. ما آدمای تنها هیچ وقت سر وقت نرسیدیم. شما که تنها نیستی. از اون شلوغاش هم هستی. این طلا رو دوست داشتم. نمیدونم دارم. عاشق نشگیه. اما تلاش برای ترکم داشت. حالا با این پسر ترک کرد. شنیدم خیلی عاشقه. برای همین میری؟ نه اونی که مهمه یه دفترچه است. همه دنبال اونی. شهر توشه، بی‌آبرویی توشه، ضرر، شایدم حبس و فرار. از خودت بگو. سیا سیا سیا
کاری نکردی پهلوان. عشق دزدی از هر دزدی بدتره. تو هم عشق من بودی نبودی؟ عشق تو بودن باید چیزایی رو داشت، نه اینکه اونا رو ندارم. ازشون خیلی دورم. الان کی هستی؟ من دیروز با سیامک ازدواج کردم. چی؟ دروغ میگی؟ این یه آرزو بوده با هر شکل و اجرا، فقط با یه مرد که وقتی میگه عشق نفس و معنی و مفهوم اونو بدونه، یعنی احترام. ساکت بچه. کجا میریم؟ مهمونی رئیس. سیامک شما میدونه، آدرسم داره. اگه خیلی عاشق شما بود و مرد، حتما برای بردن این عشق میاد. تو چطور میتونی با من اون این رفتار رو بکنی؟ زن میاری گردن کلفت؟ نوکری برای رئیس؟ آخه با چه قیمتی؟ تو دیگه قیمتی نداری. اون که از اول دو دره بود، اگه نباشه میاد دنبالت. امشب تو مهمونی هستم، همه اونجا. آدرس رو بهت میدم، اگه پسرت میخوای هر چه زودتر خودتو برسون به اونجا. شاید سرهنگ دوست نداره تو این کارزار باشی، اما ممکن اتفاقایی بیفته که بهتره باشی. آره، امشب مجلس ذبح پسرته، تنها نیستی، فقط سعی کن. اگه اتفاقی افتاد دستت آروم بره رو ماشه. Guarda qua che sto geredina, siente sieste sciurra rance, loco loco mazzifino, dinto cuore se ne va, e tu dici چیه؟ آخر خطی تند میری؟ خبری آخر خط نیست. هرچی هست میون خط به خطه. جلو نیا، همونجا واستا. خود گرگه، مصنوعیش فکاییه. اینجام اینجا امن نیست. دور واسی سنگین تری. ایستگاه آخر. با وجود اینا من خیالم خیلی راحته. سر راست‌تر از آدم، قدرتمندتر از دروغ.
تو دعوت داشتی؟ شل که بشه که نشده بلبل بلیط آواز میفروشه. شما اول مرد رندی رو یاد میگیرین. شما هم امشب هیچ کسی نیستین، نه تیغین نه دنبه به تیغ میبالی. معلوم نیست آخر امشب کی میبره. از درست گوش کنه، تکونم نخوره. این یه ثانیه 24 تا گوله توش میاد بیرون. شما خونم رو یه جا به گول نمیبندم، واسه اینکه هیچ وقت نفهمیدم خونه کجاست. واسه میگم دوره یعنی چی. 30 سال پیش دنیا اومدم، تو لاتا زندگی کردم، تو زندون 7 درجه میدادن. یه شب محرم از اون تو همون زیر مشتمال گفتم حسام این دوره تمام میشه. من حلیم نمیخورم، مثل اینکه نوچه از قلون بدم میاد. آدم دنیا میاد، ارباب دنیا میاد. اگه اینکه نوچه باشه. هر روز پس این سر را گل یاس و مسته، حرفم نه همه گفتن ولی حواس و مسته. حالا همه با هم دیگه، حالا بیقرارم، چشم انتظارم، نفرین به قلبت بشکیار، از را بیراهم تویت که خاطر خود بودم تا چشمم که تو چشمت از را بیراه بودم. تو زندون اسمم ملنگ بود، خودمو زدم به مشنگی. ملنگ چایی بذار، ملنگ با عکس بزن، ملنگ خلا رو تمیز کن، ملنگ. دیدم اگه روم بمونه آجر میشه. گفتم بسته. آدم واکس بزنه اما به کدوم کفش کی؟ خلای کی رو تمیز کنم؟ نوکری بسته. گفتم میرم دنبال اربابی و رئیسی. بیست 25 سال پیش شروع کردم. وقت خالی بندی، حال، ضد حال، گازشو گرفتم. 2 دره، تیپ زده، تریپ رفته، خط و ایول. چاقم تو نفست، چراغت نفت نره. چراغ خیلی برای رفاقت نفت نداشت. همه عمرم یه رفیق داشتم. یه شب بهم گفت 100 تا آدم زرنگ نوکر یه آدم فراخه. بیا از این به بعد بشیم دومیه. ما خواستنشو همه میخوان. باید بلد بود، بلدی رو واسه یاد گرفت.
اولش نمیفهمیدم، جمله ها رو حفظ میکردم، دیگه یاد گرفتم گریه کنم. کسی رو به امانتداری و همقدی و همنفسی و همترازی نشناسم. دلم برای کسی نسوزه، حتی زنم تو خلوتم نیاد. من باشم و من خودم و خودم و منم و خود منم. من به منم بگه چیکار کنم. فقط برم و هر صدایی پشتم شنیدم پشتم رو نگاه نکنم. مرام دم دست نباشه. مرام شد عقیده من مال خودم، تو پستوی دلم. با ترس عاشق شدم. اول بهش میگفتم نور، بعد گفتم گیر کردم، بعد گفتم خاطرخواه شدم، بعد گفتم حسم داره بهم میگه عاشق شدی. یه روزنه تو زندگیت باز شده، اما من تو همون روزنه باختم. وقتی آغوش رفاقت یه تلس، حرف هفتیر برو باور کن. وقتی هر نفس میشه شکل قفس، حرف هفتیر برو باور کن. وقتی آغوش رفاقت یه تلس، حرف هفتیر برو. من 3 جای زندگی ما گفتم، شما کجاش کار دارید؟ سیاه اومدی؟ موهاتو زدی؟ بریم. بریم. هم پسره هم دختره، هر دو جنم دارن. چرا آدم ها باید تومون حماقت های یکی دیگر رو بدن؟
همینا بهت آدرس رو دادن که بدونم کجا میری. همین ترایده. خیلی مردی بچه. نقد تو. کلید دست اوناست. بیارمت بیرون. هنوز تو اینا قد این که کلید دار بشی نشدی؟ با خودم قول داده بودم اگه بیای هرچی بگی حقت. کار حق به کجا کشیده که تو تعیین میکنی؟ آره؟ من با این کار تو رو تو خودم به اندازه رفاقت و حق جا دادم. قبولم کن. طرفدارای زیادی نداری؟ سرراست میرم سراغ رئیس. میفهم. مهمونی بسته. برین و منو با گرگ و سگان تنها بذارین. یه نفس گرگ میارزه به زندگی 100 تا شغال. دوست دارم همینجوری کولت بکنم. بابا یعنی پسرم رو کوله منه. از من خسته تر، تنها تر، کتک خورده تر کیه؟ دیگه هیچ وقت بس کنم پایین نمیذارم پسرم. هیچ وقت. دیگه بسته. من شروع میکنم. و دنبک بیپوست همه شیر خدا.
رفتن مواظب باشی. اونی که شما فکر میکنه نیست. من رفتنم دست خودمه. قبل از اونی که خدا بخواد خودم میخوام. خودش این بزرگی رو به من داده. ردی از خون باقی مونده پشت سر، کوچه های بی سرانجام رو به رو، یه نفر جونشو بالا میاره توی بحت این شب بیابرو، روی اسفالت سیاه روزگار، دیدن سرخی خون دیدنی نیست. همه جاده ها به در میرسن، همه کوچه ها به تابلوهای تو خیمه شب بازی شب، عروسک بازی نباش، اون که سر نخ دستشه، خونش رو صحنه بپاش، تنها رفیق قیمتی